سلام دوستان عزیزم، شهادت خانم فاطمه زهرا رو به همه دوستان تسلیت و تهنیت میگم. انشاءالله که هر نظری کردین، هر حاجتی داشته باشین، انشاءالله که خدای بزرگ حاجت دلتون رو بده، حاجت روا بشین. دوستان عزیزم، گفتم که نماز استغاثه امروز وقتشه، اگه میتونین حتما بخونین. دو مدل داریم نماز استغاثه، یکی اولی که همیشه براتون توضیح دادم و این دومی هم خیلی راحت تر از اولیه. خانم فاطمه زهرا رو میخوانم قربت الله به نیت مشکل گشایی. بعد اقامه میبندی و سوره حمد و توحید رو میخونی، بعد میری رکوع، دوباره سجده، دوباره میای حمد و سوره حمد و توحید رو میخونی. بعد قنوت، در قنوت اگه میتونی سوره کوثرم بخون. بعد رکوع، سجده، سلام، پیشونیت میذاری رو مر، 100 مرتبه میگی یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. دوباره گونه راستتو میذاری رو مر، 100 مرتبه میگی یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، 100 مرتبه. دوباره گونه چپم میذاری 100 مرتبه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. بعد دوباره پیشونیتو میذاری رو مر، 110 مرتبه باز میگی یا فاطمه. بعد یه دعایی براتون مینویسم، اون دعا رو بعد از نماز بخون و هر حاجتی داری همون موقع سر سجاده از خانم فاطمه زهرا بگیر، انشاءالله که حاجت روا میشی. دو نوع نمازه، من نوع دومش رو براتون گفتم چون نوع اولو الان چند روز دارم بهتون میگم. دوستان عزیزم، نذر گندم، 1 کیلو گندم میخری یا نیم کیلو گندم میگیری، روش 530 مرتبه صلوات خاص فاطمه زهرا رو میخونی. امروز که روز شهادت ایشونه میریزی برای پرنده ها، انشاءالله که حاجت روا میشی. توکل بر خدا، حاجت روا میشی. نذر آرد، 2 قاشق آرد وردار، روش 135 مرتبه صلوات بفرست. اگر خواستی 530 مرتبه هم میتونی صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بفرستی. بعد با این آرد که امروز روز شهادت ایشونه، حلوا درست کن، هر چقدر در توانته، 1 بشقاب. بعد اینو بده به همسایه، بده به یه آدم نیازمند. انشاءالله اگر خدا صلاح بدونه حاجت روا میشی. نذر نمک، 5 بسته نمک میخری، رو هر کدومشون 100 مرتبه صلوات، 100 مرتبه یا فاطمه زهرا ادرکنی و 1 مرتبه هم آیات الکرسی میخونی. نمکار امروز میبری میدی به یه آدم نیازمند، انشاءالله که حاجت روا بشی، حاجت بگیری. الهی آمین. دوستای عزیزم، یه جورم نذر نمک هست که روش 5 مرتبه سوره قدر رو میخونی، بعد این نمکا رو نگه میداری. هر وقت حاجت روا شدی، در یه روز خاصی، تولد خانم فاطمه زهرا، ماه رمضان، نمکا رو پخش میکنی. خیلی حاجت روایی داره، زیاد حاجت میده. صلوات خاص خانم فاطمه زهرا رو تونستی توی 1 مرحله 530 مرتبه بگو، حاجت روا میشی، حاجت میگیری. یه جا خلوت بشین واسه خودت، اصلا توی نیم ساعت تمام میشه. من خودم فرستادم، میدونم تو نیم ساعت تمام میشه. نیم ساعت بشین بفرست صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو، انشاءالله که تا از جا بلند نشدی حاجت روا میشی. اینقدر این صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا حاجت روایی داره. دوستان عزیزم، سوره واقعه برای رزق و روزی فراوونه. بیشتر دوستان میگن ما دستمون تنگه، میخوایم دخترمون جهاز بدیم نداریم، میخوایم پسرمون عروسی کنه نداریم. سوره واقعه رو بخون، سوره زاریات رو بخون، انشاءالله خدا خودش یه راه قشنگ جلوت باز میکنه که میتونی هم جهاز بدی هم عروسی بگیری. دوستانی میگن ما مریضیم، حال نداریم، حوصله نداریم. دوستان عزیزم،
آیات الکرسی بخون. هر چقدر میتونی بخون. 1 بار 2 بار 100 بار بخون. چند روز مداوم ادامه بده. حال دلت خوب میشه. حالت خوب میشه. شفا پیدا میکنی. آیات الکرسی شفاه. شفاه دوستان عزیزم. حتما آیات الکرسی رو زیاد بخون. سوره حمد. اونایی که مریض دارن، مریضشون خوب نمیشه، 70 مرتبه سوره حمد رو بخونن. هر جای از بدنشون درد میکنه بکشن، دست بکش بدنت. 70 مرتبه سوره حمد که به حمد و شفا معروفه دوستان عزیزم. ذکرای یا رزاق، یا فتا، یا وهاب، یا قهار رو میتونی روزی 100 مرتبه بخون. برای رزق و روزی فراوونه. نذر آش خانم فاطمه زهرا ردخور نداره دوستان. حتما آش نذر کن، بپز بده بیرون. 7 کاسه اینجوری نذر کن. من خدایا خونه ندارم، مستاجرم، یه راهی برام باز کن که خونه دار بشم. 7 کاسه آش نذر میکنم، میدم در راه خانم فاطمه زهرا. 7 کاسه نذر کن بده بره. انشاءالله که حاجت روا میشی. خانم فاطمه زهرا دست رد به سینه کسی نمیزنه. نذر سمنو، گندم نذر کن. 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو نذر کن. بگو سال دیگه تو خونه خودم که نشستم با همین گندما سمنو پخش میکنم میدم بیرون. انشاءالله که حاجت روا میشی، حاجت میگیری، خونه دار میشی. نذر حاج سوزنی که بیشتر دوستان میگن چجوریه؟ نذر حاج سوزنی برای چیزایی که گم کردین، یا حالتون بده، یا یه مشکلی دارین میخواین مشکلتون سریع حل بشه، نذر حاج سوزنی میکنیم. 3 تا فاتحه هست. 1شو میفرستی، 2 تاشو گرو نگه میداری. انشاءالله که حاجت روا شدی اون 2 تا رو هم میفرستی. انشاءالله که حاجت دلتو میگیری. نذر حاج سوزنی خیلی قویه، حاجت روایی داره. بیشتر دوستانم تو پیجم با نذر حاج سوزنی حاجت گرفتن. نذر شیخ نخودکی که خیلی معروفه و حاجت روایی زیادی داره. از این 4شنبه تا 4شنبه هفته آینده روزی 100 مرتبه این زیر براتون مینویسم و بفرست. از این هفته تا هفته دیگه. نذر شیخ نخودکی یکی هم واسه 5 شنبه هاست. هر 5 شنبه 100 مرتبه میگی یا فاطمه زهرا ادرکنی. نذر خانم فاطمه زهرا میکنی. 5 شنبه به 5 شنبه شیخ نخودکی رو قسم میدی که حاجت دلتو بده. 100 مرتبه صلوات میفرستی و بعد 100 مرتبه یا فاطمه زهرا ادرکنی. بیشتر دوستان میگن که ما بچه‌هامون درس نمیخونه، هر کاری میکنیم درس نمیخونن. سوره کافرونو کافیه بالا سر بچت بشینی بخونی، هم به راه راست هدایت میشه، هم درس خون میشه، هم از مریضی و کسالت دور میشه، هم در امان میمونه، در حفظ خدا میمونه. سوره کافرون برای چشم نظر و چشم زخم. بیشتر دوستان میگن ما چشم میخوریم، یکی میاد خونمون میره ما حال دلمون خراب سنگین میشیم. کاری نداره، وقتی یکی اومد خونتون رفت یه تخم مرغ بردار بذار تو مشوار فریزر، بعد یک کم اسفند و نمکم بریز توش، تخم مرغ پرتاب کن زیر پات. تخم مرغ که شکست یا بذار زیر پات بذار روش بشکنه. بعد که تخم مرغ شکست 4 قل رو 1 مرتبه میخونی، آیت الکرسی رو 3 مرتبه میخونی و 100 مرتبه هم صلوات میفرستی. ببین که چجوری حال دلت خوب کوک میشه. بعد برای انرژی های منفی که میخوای از خونتون دور بشه، خیلی ها میگن ما خونمون یکی میاد میره انگار انرژی منفی گرفتیم، حالمون بده، با هم دعوا داریم، یا زن شوهرها با هم نمیسازن دعوا میکنن. کافیه یه مهمون اومد خونتون رفت، پنجره ها رو باز کن هوا عوض بشه، بعد یک کم گلاب بریز تو آب پاش، روش 100 مرتبه صلوات بفرست، بپاش دوره بر خونتون. 1 کم هم نمک وردار بذار 4 گوشه خونتون.
ببین که چجوری حال دلت از این رو به اون رو میشه. انقدر حالت خوب میشه، انقدر حالت خوب میشه که اصلا همیشه این کار رو انجام میدی. گلاب و نمک عزیزای دلم، انشاءالله که تو این روز شهادت خانم فاطمه زهرا حاجت روا بشین، حاجت و دلتون رو بگیرین. الهی آمین. دوستان عزیزم، داری کار میکنی، داری راه میری، داری میری بیرون، داری ورزش میکنی، داری هر کاری میکنی، دراز کشی تو رخت خواب، کافی آیت الکرسی رو بخونی. بخون و معجزه آیت الکرسی رو ببین. بارها بهتون گفتم تو رو خدا 1 مرتبه هم که شده در روز آیت الکرسی رو بخونین. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، چنل یوتیوب ما فالو کن. خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشین و دوباره شهادت خانم فاطمه زهرا رو به همتون تسلیت و تهنیت میگم و انشاءالله همتون حاجت روا بشین، حاجت روای همه دوستان عزیزم. انشاءالله همتون حاجت روا بشین، انشاءالله حاجت روای همه دوستان عزیزم.